در فرخار در جماعت ظفر 7 دهات که با محترم رئیس نهایی فرخار میرسونیم. اقدامی زور گرفتن که راه و مکتب و بالنیسه و تمام جرابا که احسن به طرف نباشید شخصا اگر محترم گنرال بیان قدم رنجا بالشویک تو اولیمپیاد اسفالت میکنن. چنم داری؟ ولی بچه کی میشه؟ علی. ولی بچه اکای علی. میگم که ای آبادانی هرگز سرکشی نکنین. رفتیم انشاءالله بعدین خوشش نگه. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامتی خوبه؟ وطن اگجوش میشه ولی. در این دیگه مراتب آمریسه کردم اینجا گفتن ختم ویدیو کنیم. گفتنیم که یک جونو همین هجومات سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما اینا یا برآمدم اکم بیان و گروپیو غمیدود خدا را شکر الحمدلله خیلی بهتر شدم. اینا کرد اومدم نصیب ان شاء الله ایسر میگیرم شفاش الله میتونه که سبب میشه بهترین هزار احمد باقی عبدالله کی از سخنهای بهترین میشه. سلامت باشین. هزار احمد اکا جون آمود باشین. شما برادر جون شما میتونید برادر جون در هجومای ما نه اینکه فقط هجوم است کاستاپراف مانوال مساج بغیر زی مساج پراستاتیت دیگه همه نمودی مساج ها الحمدلله که هست برای فهمیدن شما در زیر نوار نمره ما وجود داره انشاءالله بنویسین و با شما با عادی کردن میفرمایید. همه کسا خوش اومدید. نور دیده تاج سر. السلام علیکم. امروز یک خبر خوش شنیدم، به نهایت خرسند شدم، میخوام به همه شما نیز برسانم. در فرخار در جماعت ظفر 7 دهات بلشویک، سمونچی، قرخچی، چورگل، ماتروس و اینچنین اولیمتوی یک کاری امر خیر پیشه گرفتند که 8 کیلومتر راه اسفالت میکردند. باور که به نهایت خرسند شدم. از نام خودم و از نام برادرمون عبدالرحیم جان پروداکشن منتدارگی خدمت میرسانم و اینچنین دعا میکنم که خداوند انم خیر صفتون زیاده بگردانه، در خونتون برکت عطا بکنه و این کاری اقدامی که شما پیشه گرفتین ان شاء الله صدقه جاریه میشه تا او وقتی که راه پا بر جای کو ثوابش در نامه اعمال هر یکی شما اومده میرسه. بازم تنتون صحت باشه، خونتون آباد باشه، خونتون پرفیض و پربرکت باشه. برادرای فرخاریم الله جزای خیرتون بده. شخصا منتدار خود و منتدار مردم جماعت ظفر علل خصوص دهه باشوه که با محترم رئیس نهایی فرخار میرسونیم برای آباد و بنیاد شاهراه نهایی فرخار که این لحظه جای میبینیم به نهایت یک جای فرسوده بود. خاک بسیار از حساب عرق تنگی طول 10 سال 15 سال گرفتگی نبود. امروز با دستگیری رئیس نهایی فرخار خداوند در عمر جانشون برکت یا تکنیکای دیوی نهایی فرخار را وابسته کردن. با دستگیری همون ما همه خاک از سر راه برکنار کردیم با یک نوع زمانوی، یعنی سنگفرش کردنی با سنگای خوب و زیبا پیش قلوب دهه باشوه که آباد کردیم. برای چی هر یک جوان مرد تاجیک باید گوشه از وطن آباد کنه. امروز ما جوانان آینده وطن و ملت تاجیکستان هستیم، باید گوشه وطن را آباد کنیم. این نشانه آبادی وطن دوستی هر یک جوان مرد نهایی فرخار. به همین خاطر ما از شما منتدار محترم رئیس نهایی فرخار و همه مقامات هایی که در اینجا کار میکنن همه روزه در بر ما روسین. خداوند در عمر و جان و مالتون برکت یا کوشش کنیم که همه آینده سازی وطن عزیز باشیم. برای میگم به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاره بود گل دسته گردد. چند لحظه پیش همینجا به مانند یک جای خار بود، امروز به یک گل دسته مبادل گشته. سلامت باشین. بچه کامونتی خداکار ببینید دوستان سلام علیکم دوستان عزیز. این لحظه حضور داریم در کجا
فرخور دهه قرقچی زنده باشین مردمی دهه قرقچی اقدام زور گرفتن که اوه راه و مکتب و بالنیسه و تمام جا را با که اصلا به طرف نباشین سمگزار باشین برادران زنده و سلامت آبادی پیشروی فخری ما و شما همیشه سمگزار باشین برای آباد مردم قرقچی با پیش با پیش با پیش با پیش تو مقدمه ماشاءالله ماشاءالله به الحمدلله برز عزیز خدا برکت شه فیضدین امروز در روز سعید جمعه خیر کرده و خیرش با درگاهشون قبول کنه گذشتگیشون طریق رحمت شایسته جنت کنه هزار رحمت اکا هزار رحمت میگیم ان شاء الله که مجلس را بگذرونم با شخصا اگر محترم جنرال بیان قدم رنجا کنم با جماعت با ان شاء الله که بهتر میشه ما فخر میکنیم که امروز آدمای بالا مقام اومده در بر ما راست میسن کسایی خیر کردن در خودم صدقه‌شون به درگاه خلق بردونم خدا کنه فیض برکت در خودم بزنه فرزندان برادرانی که در غریبه همسایه در پناه اسپانیا شد صبح سلام رسن صبح با پیش فرزند بیان خدا کنه فیض برکت در این حالی بزنه خدا کنه اون رو با برکتشون تا خدا کنه خوش نکنم خدا کنه همین کسانی که خیر کردن صدقات کردن خیرش به درگاه خود دستگیر روز قیامت شود خدا کنه با شما رو اون درود و برکت در خودتون خدا سیتون کنه سلام و درودی به پایان با کل مردم فرخار ولایت ختلان البته مردم فرخار مردم مهمان نواز مردم فرهنگ دوست مردم دست به خیر و تصمیم گرفتن که جماعت دهات ظفر تصمیم گرفتن که 8.5 کیلومتر راه سنگفرش کنن و یعنی اسفالت کنن هوار کردن کفی دست باریم شود که زمانوی شود در اینجا چند دهه هم بالا ایسامونچی سر کردگی تا خودی اولیمتویا میآیان این باینده با این خیلی دهه ها چی نام دارم دهه ها ای بالشویک تو اولیمتویا اسفالت میکنن هوار میکنن انا میخلی مردمی دست بخیر انا بوی توجیکی میکردگیش انا میای انا بوی توجیکی انا فرهنگی توجیکی انا مدنیتی توجیکی که باید ما دستی به دست شده رها را آباد کنیم دهه هامون آباد کنیم محله هامون آباد کنیم و بیایم رایون یعنی ناحیه هامون آباد کنیم بعد تمامی تاجیکستان مون آباد کنیم ما یک جای میکنیم کی میکنه دیگه هیچ کمو رو کردن نمیته ما یک جای باید وطن خودمون آباد و پیشرفته بگردونیم هزار رحمت میگیم اینا دوست عزیز ما رحیم پروداکشن دکی چه خیلی در اینترنت دیده استودیم خیلی هیچ هم که نباشم بره هایبر کلام میکنه با خیلی روح اینهامی آدمو بریده میگرده و با دستی به دست شده با حرکت کردن میگیریم هزار رحمت هم برادرایی که هستن دستی خودشون رسانده استن در همین کار خیر خداوند برکت دنیا رو در طور سرشون بریزونه خداوند بازم در بالای سر فرزندانشون سایبان باشن ای فرزندانشون خداوند سرشون کنن هر عمل نیکی دارن خداوند به عملای نیکشون برسونه سربلند و خانواد باشین مردم فرخار و پیش گپ نیست خداوند انا میخیل همه وقت نگاهبانتون باشه سلام علیکم چخلی سازی چی نام داری؟ ولی بچه کی میشه؟ علی ولی بچه اکای علی بابا چی نام داره؟ اکای بابا جان امروز خیر کنی اومدی؟ چند سم خیر میکنی؟ چند سم و چند سم های دسته؟ 50 تو پولا میشناسی؟ ها؟ ایره اینو میکی خیر میکنی؟ من بابای سوزلی ای ماشاءالله هر چه دنون بابای سوزلی دعا میکنیم که خداوند ولی را بچه اکای علی را نواسه بابا جان عمر دراز تا در حق بابا کلونشون بابای سبزعلی خیر کرده خدا کنه که فردا روز قیامت دستگیر روز آخرت شوه هم ولی جان همین خیلی قنش ازنه ای ملدیس انا که جان الله برکتش چه خیلی دوشنبه آورد دوستان عزیز نگاه کنید چه خیلی خوبه هوی میکنه کنوپکا داره با درجه برای دکمین موندن همشه خواهی دوی کرد اکای سفر جان اینا کی اومدی این شب باید برای ساختن و بنیاد وطن عزیزمان تاجیکستان همه سرمایه‌گذار باشد امروز ما جوانان کوشش و قوه خود را برای آبادانی وطن عزیزمان باید صرف کنیم
امروز ما مردم تاجیک از یک گریبان سر برآورده با سخنهای نیک پیشوای ملت محترم جناب عالی آباد و بنیاد وطن عزیز دست همگزار باشیم. ما همه در یک جایگی میتونیم که تاجیکستان را آباد و زیبا کنیم. اگه برنامه بالشوی نگاه که شیر مردا خدمت کیسن اوش آورده حاجی زبیده اویلش خداوند خیروش به درگاهش قبول گردونه همه کسا دمش گرفتیسن ماشاءالله این کار کردیسن. ما هم وقتی جمع خیلی بدیم برای گوش جنگ تو نشوه. یه مردم سربلند فرخور اولش سلام و درود خدمت میرسونم الله حفظتون کنه. دیگه‌مش همین گفتنیم که ای آبادانی هرگز سرکشی نکنین. او برای خودتون با او رها هیچ کنه میگذره. خودتون میگذرین، فرزندای خودتون میگذره، آینده خدا کنه نواسای خودتون میگذره.